درود و خوش آمدید به برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز. شوکتی محمد با شما هستم. نخست برنامه را از ارائه نامگویی موضوعهای امروزه سر می‌کنیم. دادگاه عالی تاجیکستان اخبار.com و نهضت.ru را ممنوع کرده است. نهضت.ru مال کیست؟ سیر نهفته قیمت شوی سیر پیاز، لیمو و اسپند در تاجیکستان. عربستان سعودی در ماه رمضان در این مسجدها را بسته نیست. نمیدانم بخندم یا بگریم. دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست دادستانی کل کشور مبنی بر ممنوع اعلان کردن سامانه‌های اینترنتی اخبار.com و نهضت.ru در حدود تاجیکستان را قانع کرده است. من بعد واردات و پهن اودیو ثبت‌ها، ویدیو نوارها، روزنامه و ادبیات و ورقه‌های آنها به حدود جمهوری تاجیکستان منع است. طبق اطلاع اگنتی دولتی خاور عریضه دادستانی کل با مقصد تامین حمایه اساسهای ساخت کنستیتوسیونی، امنیت دولتی جمهوری تاجیکستان و حقوق و منفعت‌های قانونی شهروندان پیشگیری کردن فعالیت تروریستی و اکستریمیستی پیشنهاد کرده شده است. دادگاه عالی هم با حلنامه از 18 فوریه سال 2020 عریضه را قانع کرده است. در اساس حلنامه سود عالی، سامانه‌های اینترنتی اخبار.com و نهضت.ru که به تشکیلات‌های تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلام، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر تشکیلات‌های اکستریمیستی و تروریستی خدمت می‌کنند، بسته شده واردات و پهن اودیو ثبت‌ها، ویدیونوارها، روزنامه ادبیات و ورقه‌های آنها به حدود جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است. اینجا چند مسئله جالب هست. این هم باشد سرعت اطلاع رسانی اگنتی رسمی دولتی تاجیکستان خاور، خدمت کردن سایت اخبار به حزب نهضت اسلام پیمان ملی تاجیکستان، سامانه اینترنتی نهضت.ru و حزب با نام حزب نهضت اسلام. در واکنش به اتهام خدمت کردن سامانه اخبار به دو سازمان نامبر شده و منع آن در تاجیکستان، خود رهبر سامانه اخبار بلافاصله پاسخ داد. سایت اخبار اتهام گویا خدمت کردن به تشکیلات‌های تروریستی اکستریمیستی را شدیداً رد کرده، مراجعت دادستانی کل و قرار دادگاه عالی را یک نمونه نوبتی حمله آشکار و بی‌پرده به آزادی مطبوعات و آزادی سخن در تاجیکستان نامید. در پاسخ سامانه اخبار همچنین آمده است که اداره سامانه اخبار طی ماه‌های آخر تحت حمله گسترده قرار داشت و بیش از 20 نفر اکثرا خبرنگاران در منطقه‌های گوناگون کشور به اداره کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و اوباپ دعوت شده با گمان همکاریشان با سامانه اخبار بازپرسی شدند. تلفن‌ها و کامپیوترهای آنها را غیر قانونی تصرف نموده تفتیش کردند. ولی عجب این است که به ضد سامانه اخبار پرونده ساختند و یک بار خودی رهبریت سامانه اخبار را نپرسیدند. به دادگاه نیز نماینده سامانه اخبار دعوت نشده است. سایت اخبار همچنین تاکید کرده است که این سایت یک طرح کاملا مستقیم ژورنالیستی است و به یگان گروه و حزب و حرکت وابسته نیست، نه به طرف حکومت و نه مخالفانش. اخبار برای مردم خدمت میکند، نه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا پیمان یا یتیم و دیگرش. برگردیم به اگنتی ملی اطلاعاتی خاور و خبرش. اگنتی دولتی که میلیون ها سامانی بودجه یعنی پول مردم برای فعالیتش جدا می شود و حتی مقامات تصمیم داشتند
آن را منبع یگانه اطلاعگیری رسانه‌ها در تاجیکستان سازند، بعدی 50 روزی صدوری حکم و 20 روزی حکم قانونی پیدا کردن آن خبر می دهد. چه سرعته! دور نیست با این سرعت اطلاع رسانی خاور چند روز پس خبری 50 روز قبل در تاجیکستان پیدا شدن ویروس کرونا را هم از این خبرگزاری دسترس کنیم. از پاسخ سایت اخبار برمی آید که مسئولین آن هم از ممنوع بودن سایت بعد 50 روز صدوری حکم درک یافتند. یعنی دادگاه عالی به دعوت و حضوری عیبدار شونده حکم را صادر کرده آن را قریب 2 ماه پنهان داشته است. این چگونه دادگاه عالی است که اقلا خودش را احترام نمی کند؟ حکم یک سایت را می برارد ولی 2 ماه پنهان نگاه می دارد. شاید به یک روز شومشان پنهان می داشتند. نقطه جالب دیگر سایت نهضت.ru است. دقت دهید، سایت نهضت.ru. این سایت که در نظر اول به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تعلق دارد، در اصل یک سایت فیکی و به گمان غالب ساخته فرمه جوابی سیمومین یتیمور رمضان رحیمزاده است. 1 سال قبل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش بیانیه اظهار داشته بود که این سایت کمترین ربط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ندارد و تقلبی است. در بیانیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تاریخ 19 می سال 2019 گفته شده بود که در فضای مجازی سامانه تقلبی با نام نهضت.ru عرضی وجود کرده است که در آن مطالب سامانه رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نهضت.org هم بازنشر می شود و آرایش ظاهری آن هم کاملا شبیه سامانه رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. اما این کار محض به خاطر گمراه کردن خوانندگان می باشد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این تقلب کاری ها را محکوم نموده اعلان می دارد که سامانه نهضت.ru هیچ ربطی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ندارد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برابر مطالب آن پاسخگو نیست. حالا نظری سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باباجان قیمزاد را در این باره میشنویم. البته خبری که امروز خیلی زیاد سر زبان ها هست، خبری ممنوع کردن و اکستریمیستی اعلان کردن سامانه نهضت.ru و اخبارکام است. خبری که بیشتری توجه ها را امروز ها به خود جلب کرده است. به خصوص از این صبح خیلی ها در این باره می نویسند و این بیشتر تعجب آور برای ما شاید نباشد، زیرا که ما میدانیم که حکومت معمولا برای بدنام کردن و توطئه کردن و خاطر سوء استفاده های خودش فعالیت های فیکی و دروغین زیادی انجام داده است و این هم یکی از اون فعالیت های آن است. در واقع که سامانه نهضت.ru در زمانی که تأسیس شده بود، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک اظهارات رسمی آن را رد کرد و گفت که این سامانه با ما هیچ ربطی ندارد و مسئولیت آن با تشکیل کننده هاش است. ولی امروز میبینیم که این سامانه را دوباره خود حکومت همچون یک سامانه به اصطلاح اکستریمیستی اعلان میکند. برای چی؟ هدف از این اکستریمیستی اعلان کردن یک سایت فیکی تنها به خاطر این است که نام نهضت رو در کنار نام اخبارکام قرار دهد و هر دو رو به اصطلاح به نهضت ربط دهد. و هدف دیگر هم این است که میخواهد فضا را، یک فضای رعب و وحشت و ترس و تهدید را در جامعه حاکم نگه دارد و به مردم نشان دهد که موقع حکومت نسبت به نهضت اسلامی تاجیکستان تا حال تغییر نکرده است و سامانه نهضت.ru هرچند یک سامانه فیکی هم باشد، حکومت تاجیکستان حتی آن را هم رد میکند و آن را هم یک اکستریمیستی اعلان میکند. به همین خاطر
میتوان گفت که این هم یکی از برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه‌های ضد نهضتی حکومت تاجیکستان است که تا حال ادامه دارد. تماشابینان عزیز اکنون دقت دهید. امکانی به فابریکه جواب تعلق داشتن این سایت، یعنی سایت نهضت.ru از آنجاست که فابریکه جواب قبلا نسخه های سایت های اخبار و پیام را هم راه اندازی کرده بود. تمام مطلب های این دو سایت در سایت های تقلبی اخباری.com و پیامی.net منتشر شده بعض خبری مقاله های جعلی و بر دروغ در بین آنها راه میافتند. اما ظاهرا زوری فابریکه جواب، یعنی روزنامه‌نگاران این فابریکه، به ادامه طرح نرسید و هر دوی این سایت دروغ و جعلی از بین رفتند. ولی سؤال مطرح این است که چرا دادستانی کل و دادگاه عالی تاجیکستان همراه با اخبار سایت جعلی فابریکه جواب نهضت.ru را نیز ممنوع اعلان کردند؟ با در نظر داشتی سطح سوادی کارمندان این دو نهاد، دادگاه عالی و دادستان کل، می شود تخمین زد که ضمن انتخاب نشانی سایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نتوانستند بین سایت رسمی نهضت اسلامی تاجیکستان و سایت تقلبی چوجه های فابریکه جواب فرق گذارند. عجابت دیگری آمده در این خبر سازمان با نام حزب نهضت اسلام است. حزب نهضت اسلام؟ این چگونه حزبی باشد؟ در کجا باشد؟ نه تنها در تاجیکستان بلکه در هیچ کجای دنیا هم هیچ سازمانی با این نام وجود ندارد. میفهمیم ظاهرا منظوری دادگاه عالی و خاور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که 2 سال اخیر کوشش میکنند آن را به کلمه تاجیکستان نام گیرند. ولی حتی در این صورت هم نام درست این حزب حزب نهضت اسلامی است، نه حزب نهضت اسلام. سطح اگنتی دولتی خاور این گونه خطاها را اجازه می دهد. همگان می دانیم که این رسانه خاور است یا خاک بر سر. اما اقلا 2 مقامات ارشدی نظارت قانون و قضایی نخواد به این صرفم نروند که دیگر بودن یا افتادن یک حرف در قرار دادگاه عالی حکم آن را بی اساس می کند. اکنون از چند رویدادهای تاجیکستان و جهان همکارم صفیه واحدова به شما گزارش می دهد. فروشی بعضی نمودی میوه‌ها که خاصیت تقویت سیستم ایمنی بدن را دارند در تاجیکستان افزایش پیدا کرده است. مقامات تا حال هیچ موردی از گرفتاری به بیماری کرونا ویروس را اعلام نکرده است، ولی بسیاری از ساکنان تاجیکستان بر این باورند که با سیرپیاز، لیمو و دود اسپند سیستم ایمنی یعنی ایمونیته تقویت می‌یابد و به هجوم کرونا ویروس مقاومت می‌کند. 3 برابر شدن طلبات برای خرید سیرپیاز و لیمو در بازارهای تاجیکستان در 1 ماه گذشته سبب شده که قیمت 1 کیلوگرم سیرپیاز به $11 و لیمو نیز به $3 برسد. همچنین قیمت اسپند نیز 2 برابر شده است. فروشندگان از افزایش طلبات برای خرید سیرپیاز و لیمو راضی هستند و از گفتن خاصیت‌های معجزه‌آسای این میوه‌ها خسته نمی‌شوند. اما سیری اصلی قیمت شوی لیمو را کارشناسان در آن می‌دانند که این نمودی میوه بیشتر از چین به تاجیکستان وارد می‌شد و در حال حاضر مرزهای این کشور با تاجیکستان بسته است. آنها میگویند در تاجیکستان انبار ذخیره لیموهای وطنی کیها خالی شده است. جریمه‌های قانون شکنی راننده‌ها در تاجیکستان تا 2 برابر افزایش یافته است. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی خاور، سردار شعبه تشویقات و ترغیبات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان، پادپالکونیک اکبر قربانزاده گفته است
شکایت‌های اداره‌های آتش‌نشانی و خدمات بهداشتی زیاد شکایت دارند که در مسیر حرکت ماشین‌ها به نقلیات سوختار خاموشکنی و یاری تعجیلی طبی رانندگان راه را خالی نمی‌کنند. با گفت قربانزاده برای پیشگیری از این اقدام برخی رانندگان جریمه قانونشکنی از 150 تا 300 سومانی یعنی 2 برابر افزایش یافت. سردار شعبه تشویقات و ترغیبات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان گفت بر اساس مقررات پلیس راهنمایی و رانندگی تاجیکستان ماشین‌های حمل بیمار و آتش نشانی از حق حرکت بدون وقفه برای رسیدن به موقع و محل حادثه برای کمک به بیماران و مهار آتش سوزی برخوردارند که در صورت ممانعت در مسیر آنها رانندگان قانون شکن جریمه می‌شوند. یک فعال اجتماعی که نخواست نامش افشا شود نسبت تا 2 برابر افزودن مقدار جریمه برای خلافکاری‌های رانندگان اظهار نظر کرده گفت هرچند نظارت جدی رعایت قاعده‌های حرکت در راه ضروری است اما محض افزودن مقدار جریمه در این روزهای سنگین دور از انصاف است. حالا رانندگان با مشکلی‌های زیاد برای سوزشواری ماشین پول جدا می‌کنند. اکثری وقت برای رفتن به جای تا آخرین دیرم جیب خود را برای سوزشواری صرف می‌کنند. در همین حال با بهانه راه ندادن به نقلیات سوختار خاموش کنی یا بهداشت تا 300 سومان جریمه کردن آنها دور از انصاف میباشد. به جای این در مکتب‌های رانندگی طوری باید آموزش داد که حتمی بودن راه دادن به این گونه نقلیات‌ها را آموزندگان جدی قبول کنند. کارخانه ترانسفورماتور شهر باختر بعد از سالهای زیاد بازسازی شده در نظر است اقتدار استحصالیش را زیاد کند. این کارخانه عظیم با شرکت‌های روسی قرارداد بسته است. نظرعلی دولتشویف مدیر کارخانه ترانسفورماتور شهر باختر میگوید بعد از نوسازی امید داریم کارکرد کارخانه هم صفتا خوب می شود، هم ارزش اصلی محصولات ارزانتر می شود و هم در بازار جهانی جای خود را می یابد. کارخانه سهامی ترانسفورماتور در باختر یکی از عظیمترین کارخانه های تولید ترانسفورماتورها در تاجیکستان است. زمان شوروی در کارخانه ترانسفورماتور زیاده از 1200 نفر کار میکرد. بنا به کمبود مالی چند سال پیش استحصال را به مراتب کم کرده دهها کارمند را به رخصتی بیمزد فرستاد. کارخانه ترانسفورماتور سال 2017 دوباره کار را از سر گرفت ولی تا حال نتوانسته است به حالت پیشینه برگردد. به گفته مسئولان کارخانه تاجیکستان در یک سال به 1000 ترانسفورماتور نو نیاز دارد. فعلا برای استحصال ایستگاه برقی یا ترانسفورماتور محصولات خام را از ازبکستان و روسیه و چین می‌آورند. خریدار اساسی ترانسفورماتورها شرکت برقی تاجیک است. سال 2016 کمیته دولتی سرمایه‌گذاری سهمیه‌های کارخانه ترانسفورماتور را به فروش گذاشت ولی با تلاش رهبریت فعلیش کارخانه از تندر یا مزایده گرفته شد و با سرمایه خصوصی دیگر باره به کار ادامه داد. شرط اساسی این بود که کارخانه را دوباره فعال و شماره کارگران را بیشتر کند. مسئولین کارخانه امیدوارند با فعال شدن نیروگاه‌های برقی و بیکار شدن محدودیت برق در تاجیکستان کار این کارخانه هم دوباره رونق می‌یابد. بنابر پاندمیای کرونا ویروس در سرتاسر جهان کرانتین ادامه دارد. مقامات عربستان سعودی اعلام داشتند که بنابر کرونا ویروس تصمیم گرفتند محدودیت‌ها را در کشور در ماه رمضان نیز ادامه دهند و در مسجدهای کشور بسته می‌ماند. در این باره نماینده رسمی وزارت تندرستی عربستان سعودی محمد عبدالعلی به رسانه‌ها خبر داده افزود ماه مبارک رمضان در جهان اسلام از آخر ماه اپریل تا آخر ماه می برگزار می شود. حالا در مملکت جمع شدن گروه‌های زیادی آدمان اجازت نیست. در عربستان سعودی برگزاری نمازهای دست جمعی اینچنین بازدید از مسجدها ممنوع باقی خواهد ماند. محمد عبدالعلی تاکید کرد تدبیرهای اندیشیده شده تا از بین رفتن پاندمیای کرونا ویروس ادامه خواهند یافت. طبق معلومات آخرین شماره حالتهای سرایت کرونا ویروس در عربستان سعودی به 2605 نفر رسیده 38 نفر از این بیماری فوتیدند و 551 نفر شفا یافتند. با همین برنامه امروزه ما به پایان خود رسید. بینندگان عزیز، خودتان و پیوندانتان را احتیاط کنید. از الله مهربان طلب و دعا دارم که یکایک شما را
از سرایت این بیماری کشنده کرونا ویروس در پناه عصمتش نگه دارد. با ما باشید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.